بله. نامه آمده برام، نامه عروسی. عروسی کی؟ چینی دختر خالم و شوهرش که بشه باجناق اردشیر. حالا نامه رو میخوانم براتون. او بالاش نوشته رئیسی متشکریم، احسان نمش. حالا این ربطش چیه الان میگم برات. ما بعضی وقتا دوچار یه سری قضاوتای عجولانه میشیم در مورد دولت و خدماتی که مسئولین به ما که اینو دیگه بعدن هر چقدر گیره کنیم دیگه خدا نمیبخشه. الان میگم براتون. فیلترینگ کردید و عشق آغاز شد. به به. این اشاره داره به فیلترینگ هوشمندانه اینستاگرام و فضای مجازی و محدودیت‌های اینترنتی. آغاز شد. نازنین چینی و آلبرت. نازنین چینی دختر خوبی هم از خداییش. این دختر خالمه. ما هر وقت هم سراغی میرفتیم نرم و آهسته میرفتیم که چون نازک بود ترک بر نداره، ولی خب یه چینی بود خیلی حال نمی‌کردم. این آلبرت هم میشناسم. این اسم اصلیش علی براته. حالا چنجش کرده سر آلبرت. این دکان داشت. تفلک هر چی سی دی راید می‌کرد. دور 816 3248 هر چی فیلم زیرنویس دوبله بدون استانس هر کاری می‌کردی انقدر پولش جور نشد که بتونه زن بسنه. یعنی سراغ هر دختری که میره قد یه فلاپی به فضای خالی نمیداد. یه اچوس مچوس بوگندوی می آوردن پشیمان می‌شدن. ولی این چی شد که سری 4 ماه تنه زن بسنه؟ البته الان عقدشن، من می‌خوام برم سرشن قن بسابم. این الان میگم براتون. این زل بود. آلبرت زل. آلبرت اردشیر. جنسمان جور شد. آلبرت زل این برداشت تا دید فیلتر شده شروع کرد فیلتر شکن فروختن. یه کامپیوتری 8 فیلتر شکن فروخت. رهن خانش جور کرد. پرایدش احسان، 4 قلم درشت جهیزیش احسان، سرویس چوبش هم احسان، فقط مونده یه سرویس پلاستیکش. که من زنگ زدم بهش گفتم آلبرت دست نگه داشت. گفتم آلبرت من از سرویس پلاستیکیت آفتابش دارم. آفتابش پای من. به هر حال ما همین چند وقته چون فیلتر بوده نتونستیم کار کنیم، در حد یه آفتابه میتونم کمکت کنم. این آلبرت انقدر کار کرده بود که خودش میتونست یه زن با 2 تا بچه بزنه. حالا من نمیدونم چی شد که تارگتش زد زره چینی نازک و تنهای ما. حالا به هر حال مبارکش باشه. مکانم نوشته همونجا ضمناً منعقد میباشد زندانه. پایینش هم نوشته بچه‌تون اگه زود مخابه بیارید نوز بکنن رم بشه میاریم. شرایط گرمایشی هم نداریم. خانه یه چی بخورید گرم شید بیاد اینجا گرمش کنیم. ببین ما وقتی قضاوت عجولانه میکنیم ما عجول میمانیم میانش ده. ببین ما که نمیدانیم، ما این هوش و ذکاوت ما سر در نمیاریم که الان چه جوانانی که میان این 4 ماهه تونستن زن بستنن با فروش فیلتر شکن. اشتغال زایی شد دیگه. خیلی‌ها شدن نصاب فیلتر شکن. درسته؟ اینه که تاریخ این لطف دولت 13 به ما فراموش نمی‌کنه. ان شاءالله هم که همیشه قطارتان در حال پیشرفت، دهقانتان فداکار. پتروستان هم انگوشتش میانه چیز. حالا خیلی هم کار نداره. آره من برم قندمه به سوام سری انترا. قضاوت